بعد مغول رو درست کرده. اون موقع هم که مغول به ایران حمله کرد دیگه. اصلا کلا منطقه رو به آشوب کشید. آره با از رفت دیگر عثمانی هم مکان‌های بکنم دیدنی دعوا این شد. ولایت بند سبزک ولی یا به سرسبز گفتار انقدر عامیانه سرسبز نیست مردم بکنم. بند بچه بگی سبزک بچهای است. بادغیس. منطقه‌ای پوشیده از درختان همراه چشمه‌های آب فراوان که چشمانداز زیبایی دارد. از زیبایی ولایتی. چشمگیر منطقه طبیعی بادغیس همین بس که امیر نصر بن محمد سامانی هنگام سفرش طرف بخارا آنقدر دلبسته طبیعت زیبای بادغیس شد که با تمام شوکت شاهانه‌اش انگار شاههای 4 ایران سال رفتن در اینجا. آنجا توقف کرد و نمیتونست از آن منظرت دل بکند تا اینکه اراکین دولتش از جناب رودکی خواستند چاره‌ای اوه، بیندیشد رودکی. و ایشان این شعر را سرودند. اوه رودکی که بچه‌ها میدونید دیگه، تاجیکستانیای عزیز خیلی پیگیر چاره‌ای رودکی بیندیشد و و شعراش. ایشان این شعر را سرودند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. و امیر نصر بعد از شنیدن آن شعر به سمت بخارا حرکت کرد. حاجی بخارا اینا سمر و بخارا و سمرقند و بخارا. آره اینا همه فکر کن سمنگان و اینا همه اسمای اصالته. اصلا آدم رعشه به جون آدم من میندازه. تا الان نمره بخوام بدم، چون اصالت برام بچه‌ها همه چیز مهمتره، تا الان بالاترین نمره رو میدم به توی چیزها 8. گفتم 9 و 10 من نمیدم به راحتی و نمره 8 رو میدم. ولی که ها حس میکنم 8 و نیم. کبیریه 8 و نیم. کبیریه. واسه کبیریش نیست، من نمیخوام چیز کنم، من اصالت و تو هم خاک. تو هم شدی دور از جونتون. مثل ترام برگشته میگه که ما کل سلاح‌های ایران رو نابود کردیم، 82% و نیم در نابود. اون نیمه برای چیه من نمیدونم. شاید یه دونه مثلا پرواز زدن. بچه بریم یه نمای بالا داشته باشیم بادغیسو. بله نوع بادغیس اینجا. من ندیدم از این نیسان آبیاز اینجا باشه. دیدی؟ مانیتوی دیگه هست ولی تو هرات شاید باشه. همه جا دنیا مردم دارن زندگی میکنن، فقط این سیاستمداراست که دست درازی میکنن تو کشورهای دیگه.